میدونستید در فصول گرم سال موتور خودروی شما در شرایط سخت‌تری کار میکنه؟ توجه به سلامت سیستم کولینگ یکی از راهکارهای افزایش راندمان موتور خودروی شماست. همونطور که مستحضر میباشید سیستم کولینگ یا خنک کننده خودروی شما شامل اجزایی مثل فنکلاش که پروانه رو میچرخونه، واتر پمپ به اضافه تسمه سفکن و هرزگرد هستش. ما در خودروهای داف دو نوع واتر پمپ داریم. یک مدل مثل این هستش که کلاژ داره و یک مدل دیگه که بدون کلاژ هست. اما اون چیزی که حائز اهمیت هست در این قسمت تعویض بولبرینگ های تسمه سفکن و هرزگردش هستش که باید حتما هر 200,000 تا یک بار نسبت به تعویض اونا اقدام کنید و به هیچ عنوان این دوتا رو بولبرینگ هاشون رو گریس نزنید، چون به هر صورت از کنار ضد اون گریس خارج میشه و باعث لغزندگی تسمه میشه و تسمه رو پاره خواهد کرد. همچنین به یاد داشته باشید که مواد نفتی دشمن تسمه هستند و هر جنس پلاستیکی رو به مرور زمان از بین میبرن و شما در خیلی از خودروها میبینید که تسمه‌تون زودتر از اون عمر معمولی خودش دچار ترک‌های بسیار زیاد یا از هم پاشیدگی شده. توجه داشته باشید تسمه پروانه در هوای گرم یا شرایط گرما اثرات مخربی رو روی غلطک شما به جای میذاره که این باعث میشه عمر تسمه جدید هم به شدت کاهش پیدا بکنه. این احتمال وجود داره که هنگام تعویض بولبرینگ یا در اثر کارکرد طولانی مدت سطح غلطک شما دفرمه بشه که این آسیب خیلی شدیدی به تسمه پروانه میرسونه و تسمه پروانه شما رو فرسایش میده و خیلی سریع پاره میشه. توصیه میشه که هنگام تعویض بولبرینگ اگر با غلطک معیوب مواجه شدید حتما غلطک رو به صورت کامل تعویض بکنید، سطح صیقلی داشته باشه که بتونید عمر طولانی تری رو در تسمه پروانه خودتون داشته باشید. موفق باشید، روزتون بخیر.